فرزند یا اولاد انسان محبوب است، هر کس دوست دارشه، اما محبت از او عبادت شمرده نمیشه، به خاطر از اینکه دو شرط دیگه وجود نداره. نه تو طمع توقع از زیر داری که هر امید و آرزوی تا برآورده کرده میتونه، بلکه اولادا یک امید و آرزوی پدر خود برآورده کرده نمیتونه. بس اولاداست که برخلاف و برعکس از آنچه که پدر سرش محنت کشیده اولاد دیگه قسم برایه. و یا حاکم ظالم او از پیشش ترس داری لیکن محبت و طمع برش نداری، از او هیچ وقت آرزوی پوره شدن مطالب تا یا امیدهای تا نداری و هم محبت قطعش نداری. یک شای تو طمع سرش داری، اعتماد سرش داری، یک کسی است کدام مقصدی که تو اراده میکنی او را دا او میبینی که ای را پوره میکنه، از او خاطر سر از او اعتماد میکنی، اما دوست نداریشه و اما از پیشش حراس هم نداری. از این خاطر وقتی که یک شرط از امی سه شرطا مفقود میشه، از بین میره، او عبادت شمردن نمیشه. از او خاطر ما میبینیم کسایی که برخلاف از این کارایی را انجام میده، ما اول می شرط دیش میبینیم که آیا شرط عبادت دی موجود هست یا نیست، امی کار با محبت انجام داده یا نداده. یک آدم نماز میخونه اما محبت با معبود نداره، با الله نداره، با وصفی که شکل نماز ای قائم کرده، درست کرده، اما شرط عبادت مفقود است که محبت با الله است. از او خاطر اگر کسی را الله توفیق نصیب کرده باشه، زمانی در نماز استاد میشه، آنقدر لذت میبره که شاید بگویه که یا الله اگر نماز نمی بود هیچ دنیا برای من لذت نداشت، هیچ مفهومی نداشت. نماز آنقدر شیرین است، چرا که به امرای الله خود، معبود خود تو گفتگو داری، راز و نیاز داری، با الله خود سخن بگی. از او خاطر در هر عبادت شرط است که اول تو محبت با او داشته باشی. چه رقم محبت؟ کمال محبت، که هر محبت دیگه از او محبت که در پایین تر باشه. محبت الله برتر از همه محبت است. میاه بخیر دمی سوره بقره و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. اگر به مانند محبت الله تو محبت کردی، بازم مشرک هستی، شرک با الله آوردی. محبت الله از همه محبت ها کرده بالاست، محبت الله. وقتی این کلمه را میگیم ما شما را کدام طرف میکشانه؟ از یک طرف فرمان الله متعال است، برای ما گفته که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، سر شما روزه فرض کرده شده. و ما اینجا در تاکه و در هتل پت میشم، خورده را ایستم در اینجا، خو حتی شکم ما از الله که خیلی زیاد محبوب بود، نعوذ بالله. از او خاطر ما در شرک واقع میشیم. محبت الله برتر از همه محبت هاست. محبت الله در مقابل امر و فرمان پیغمبر هم بالاست. پیغمبر یک چیز بگویه، الله متعال برات بگویه که نه این کار نکو. محبت پیغمبر با محبت الله برابر نمیشه، به خاطر که محبت الله بالاست، او را باید محبوب دانسته باشیم و شمرده باشیم. همچنان یک امر واقع میشیم که الله متعال یک چیز دوست داره و اینجا دیگه کس دیگه چیزه. به طور مثال توی میکنیم، الله برای ما گفته که فسق و فساد نکنیم، اسراف و زیاده روی و کٹ خرچی نکنیم، اما نفس ما را میگه، یا قوم و اقارب سر ما باعث شده این کار از ما تقاضا میکنه. معلوم شد که ما قطع الله محبت قوی نداشتیم. محبت این قوم یا اقارب ما از محبت الله کرده بالاتر است. در اینجاست ما حقیقت و مفهوم عبادت باید درک بکنیم که مبادا در امور عادی که ما او را شرک نمیدانیم در شرک واقع نشویم. از او خاطر عبادت وقتی میشه که ما معبود خدا از همه کرده بالا محبت داشته باشیم، تعظیم داشته باشیم، دوم رجا و امید ما به او وابسته باشه. از هیچ کس این توقع را نداریم که همه امیدها و آرزوهای ما را تکمیل کرده میتونه. از امو خاطر شیخ عبدالقادر جیلانی که امروز مردم او را معبود جور کرده، فریادرس ثقلین برش میگه، لیکن اون چی میگه؟ معبود کل من تعتمد علیه و تطمع الیه و تخاف منه. معبود ذات میگه که تو سرش اعتماد داری،
تمام امیدت وابسته به اوست و از او طمع داری که مقصدی مرا تکمیل کرده میتونه. هیچ کسی دیگری نیست، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام امیدها و مقاصد کسی را پورا کرده نمیتونه و جز از کی؟ الله متعال. این خصوصیت الله متعال است که انسان اعتماد کامل، طمع درست در تمام آرزوها و امیدهای داشته باشی، از او خاطر او وقتی معبود شده میتونه. والدمع مدرار السكين أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المغيث.